یک چیز دیگه یک دختره که یاش نو مقصد توی میکنه خطی شوهرش یک چند ماه پس میگیرن همین من حزبی گفتم میگیرم محکم شدم در یک سال دو بار علاقه داره یک بار کروتکی یک بار شو اما میاد در این داری هم معوض که لعنت کرده الله ماشین میفرم میبینه شاید دختر یاش هم تری میاد پیش میگه ها خواهرجون چی رفته میگم تری شوهرم که شوهرت میخواد با کرنت بیام میگه اینا دل با کرنت همه گرامه برانش خواهر اسلامی را با اسلامی من میگه چی خدمت کنم میگه همین خیام خیلی میگه که خیلی امروز نمیشه و خیلی امروز میبره نگم ای کجای اینا میکجو خیلی اومده میبره نچون این اکای محمد بول خداوند گفت مارش نمیزه فرد روز تمام من گپم در جواب میگم هیچ چیزی ما آسونه نیست ما اون چیزی را دیدم اون چیزی را که شنیدم همین را ما با شما گفتم ما فرد روز مهم کی میگیرن میبرن دختره میگیرن میبرن خوب گوش کنه یعنی خوب گوش کنه بعد دختره با کارنت شما میبرم میگه که خیلی انا مقصد شوتن خیلی اینا 25 سال بوده که میشه ما جای کار پر خوام میگه بس میگه که اکا چی مقصد داری میگه نه خیلی تو خیلی خوب یا شده مقصد همین انا خیلی خوب بوده مقصد است که قطعا ما شکل خیلی میگه شیت ما را این جزات میتی که خطی شوهر یام بیاد دیدار میکنم من خیلی مالش رو کنم یک دیدم بوده خطی میرم نو شک خیلی که دیگه ایشوی ما 25 سال انجا بوده خلاصا میرم همون چی انا میرم پیش روش میدروه شو میگه که تری کار بور شده گیه ما یکم کار نکردم میگم لعنت کرده الان ما را تری گفته باور کنی نکنی اینا والله قسم خودم زنش میبره میره این بچه خچه میگره کشول میکنه من ناموسی ندارم که زن مرا کس پرسم میکنه میگره خچه کشول میکنه همین بچه را میدونی چه افورمیت کردن افورمیت سردچنی گرفتن افورمیت چی بود نامش بگو اولی را بعد اورا بگو نامش اون مردگی دیگه چی بترسی نامش بگو چی بود نامش عبدالفتاح خداوند جای و جنت کنه عبدالفتاح فامیلیش سیفالدینوف عبدالفتاح تا برای اینکه زنشه یعنی که نمی نورالدین رحمان گفتگی قطعی زنش خواه میرم خیچه در ترمه در کدام ترمه؟ اوشه نمیگم خیلی که دیگه اگه پرابلم نیست دیگه همی کگاپا گفتی همشه نومی مرده را گفتی دیگه اوزش معینه در ترمه کرپیچنی در ترمه سویتسکی در کجا خوب دیگه دیدست کرپیچنی لیکن دیدی چکو کردستن دخترارتونم دخترار زنات زندانی ها را انا که بشینه رحمانفا با طرف داری کنه بعد بشینه با جانبداری کنه رحمانفا بشینه رحمانفا بگه که 10,000 11,000 آدم تماشا داره بشینه رحمانفا جانبداری کنه با کی انا چه آدم خوبای آدماش چه آدماش خوبان اینا عادلی من زندانی برام ماده گپ زده است اینا رئیس سررئیس اجرای جزای جنایتی اینایی منصور عمرов آینده رئیس کمیته دولتی امنیت ملی باید یتیم عبرت کنن همین رئیس شوه اینه مردک رئیسی وزیری چیش دنیه وزیری چنم دوره رئیسی سردار سررئیست اجرای جزای جنایتیش دنیه این مردک وزیر امنیت دنیه بعدی اس این هم یک وظیفه و حیاتون سلامت باشی برادر گرامی